رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه پرسید که یا رسول الله میخواهم که دوستان من زیاد باشه، از کجا دوست ما بگیرم دوستان زیاد شود؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ دوست از کجا میگیری؟ دوست از کجا میگیری؟ رسول الله گفت که از جماعت مسجد. در جماعت مسجد مسلمان با مسلمان سلام میکنه، قچاق میگیره، احوال پرسی میکنه، یکدیگر را دوستداری میکنه. در یک هفته روز جمعه، روز عید است، حج مسکینا هست، اون کسی که به مسجد نمی آید، نماز نمی خواند، با جمعه اشتراک نمی کند، در 5 وقته اشتراک نمی کند، او از خدا نفرت کرده است، امر خدا را به جا نیاورد، خانه خدا را رو گرداند، او را دوست نگیری. حضرت شیخ سعدی مصلح الدین سعدی شیرازی که یکی از اولیاء بزرگی مردم فارس است چی می گفت؟ وا مشمده آن که به نماز است، گرچی دهنش زفاق باز است. اگر به نماز قرض نبیاید و دهنش خوی شیدگی باشه، اگر از گشنگی مرده سا باشه، قرض نتی با او، قرض با او نتی. او خدا خالقش نشناخته است، او خدای خودش نشناخته است، او حالی نمیدونه که کی او را خلقش کرده است. پلیده. شیخ سعدی چی میگه در گلستانش؟ وا مشمده قرضش نتی آن که به نماز است، گرچی دهنش زفاق باز است، دهنش روی شوه از گشنگی و تشنگی را بمبره، قرضش نتی. برای چی؟ او فرض خدا نمیگذارد، از قرض تو هم غم ندارد، فرض خدا را به جا نمیارد. همون خالقی که از یک قطره آب حرام یک کف خاک خلقش کردم تا صورت دادش، او را نمیشناسه، او را پسند نمیکنه، نماز نمیخوانه بیچاره، قرضی را یگان ذره پرواش نداره. اما اون شخصی که نماز خوان باشه، عبادت گزار باشه، خدا شناس باشه، چی؟ او فرض خدا را که به جا میارد. خدا با او امر کرده است که انما المؤمنون اخوه، مسلمان ها با یکدیگر برادر هستند، به مثل برادر نسبی واری هستند که شکل که یک برادر اکا و دادر اخت نمیخواهی که زیان زحمت به او برسه، یک مسلمان دیگر هم نخواه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث گفتند، حضرت امام غزالی رحمت الله علیه که یکی از بزرگترین متفکر و فیلسوف اسلام است، در احیاء العلوم میگه که ان اول ما ينظر فيه یوم القیامت من عمل العبد الصلاة. حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احیاء العلوم آورده است که اولین عبادتی که، اولین چیزی که فردا روز قیامت بنده را سؤال کرده می شود از نماز. روز محشر که جانگداز بود، اولی پرسش از نماز بود. این نمیگه که پدرت کی بود، مادرت کی بود، بابایت کی بود. با پدر و بابا بی فخر نکن. بابای من ایتر بود که در خانه کعبه نماز میخوان که مومای پرواز میکرد، که بابای من اولیا بود که مومای من اولیا بود که بود نبود توکلش به خدا خوبی کرد رفت. خودت چی عمل داری؟ امروز هم دست دیده میشه دمشتا خودش نماز نمیخونه، باباش صفت کرده است، ماماش صفت کرده است. خودت چی؟ او هم آدم بود به مثل تو، برای چی؟ اون میلش جنتی شید، اولیا شید، تو چی شدی؟ اگر نسبه که نگاه کنیم، ابراهیم خلیل دوست خدا پدرش بدتراش بود، آذری بدتراش بد میتراشی. پدرش همی خیلی آدم بود، ابراهیم خلیل. اولین کسی که حضرت ابراهیم خلیل گفت که لارجمنک سنگسارت میکنیم ترا از این گپات نیستی، یکمین همه آدم پدری خودش بود حضرت ابراهیم. اگر از این گپات نیستی گفت سنگسارت میکنیم، نابودت میکنیم. گفت از همه خیلی شخص ابراهیم خلیل به دنیا آمد. اگر نسب که اعتبار کنی، پس که حالی چی میشه؟ نسب اعتبار نیست. ابراهیم خلیل پدرش بود تراش بود. نوح علیه السلام فرزندش کنعان بود. همون کنعانی که ابراهیم نوح علیه السلام گفت که ای فرزندم، گفت خدا آب میفرسته که همه غرق میشوند، نیست و نابود میشوند این قوم. گفت که اگر
اگر خدا آب بفرسته من با بالای کوه میبرم. آب لغت کرد با بالای کوه هم برام. گفت که بیا در کشتی بدرا که میمری نابود میشه. گفت که من یک راکم میگیرم در بالای آب خشک با میبرم. خدا که توفیق نته انسان بچه پیغمبر بود، پسر نوح با مدام بنشست، خاندان نبوتش گم شد. برای همین جوانای عزیز، همه شما برادر ما، همه برادر هستیم، احتیاط کنید که بابت امر نشین. احتیاط کنید انسانه که با تو همو استکان عرق دراز میکنه، یقین بدا که دشمن قتالت هست. تو یقین بدا که فردا روز قیامت ترا در آتش دوزخ، در علنگه آتش دوزخ تلت میزنه. سیگارت به تو پیشنهاد کرد، دشمنت است. ناسبت پیشنهاد کرد، دشمنت است. جوانایی را خوب بدانید. امره کشید یک روز دو روز، بعد میده گیره کش میشه. گیره کش شکلش ببین، شکل گیره کش ببین، شکل یک حبشی از افریقا را در حج ببین. از افریقای سیاه پوست، از شکلش کونیده گوری سیاه نور داره، نگاهش میکنی تلاوت قرآن میکنه، اشکات میریزه که ببین که خدای تا شکلش داده است تلاوت میکنه. بعضی مردمای کلان سال ما در حج میرن میگرین، ثروتمند هستند، میگه سر در سنگ بزنیم، در دیوار بزنیم، در همون سنگای مرمر بکفانم سر ما توی تپید کنیم که حبشی را ببین که تلاوت قرآن میکنه. من سفید پوستی تاجیک مسلمان پشت به پشت آمدگی قرآن خوانه هستم. در همونجا صدها بار میگه خدایا بمر زمین بکفاندم من بدرام برام. اما حبشی را میبینی نور داره، تلاوت قرآن میکنه، مزه میکنی، گوش میکنی، قلبت آرام میشود، عصبت آرام میشود. اما تاجیک مسلمانی سفید پوست میبینی که گیره نمیکشه، شکلش میبینی شکل اوج است، همون شکلی که در کنای دهشت نشانش میده، گلک سنگ میترسد، شکلش به شکلی هم ماننده. برای چی؟ او را که او استفاده کرد، او دیگه نه خدا داره، نه پیغمبر داره، نه ایمان داره، نه پدر داره، نه مادر داره، نه هیچ چیزی، به هیچ کس وفاگی هم نمیکنه. کم کمک خبرکشی میکنه همون مردم را و خلاص، دیگه هیچ چیزی ازش نمیوید. برای متهم است. احتیاط کنین شما هم که به همین بلا مبتلا نشین.